اینا او ترجان و زنیا خاطر پیشرفت یوتیوب کانال ما یا لایک یا کامنت دریغ ندار برادر جان. هر چیزی که میکنم برای راحت و خوشحالی شما میکنم برادر جان که همینجا یا الله مهربان. انا حقیقتی برادر جان ایرا میدونی چی میگن؟ ایرا روغن یخی میگن. روز در دخوفکه میمونمش ان شاء الله. نیستی برادر جان. ها میره چکر میتاد نمکلو میزنه. نه اینا خالتر بیو. ما قربان سر و پای تو میشم مادری من، یعنی مادری همه من برادر جان. با هم خاطر هر گوی که نام مادرم میگیریم بار که بعضی نفرای هستن که مادر ندارن آبی چشمشون شش خطار میره. آشنا شورا مرا دیده سه رحیم پروداکشن. سلامتی خوبه؟ دیدین؟ وطن اگجاش میشه دنگره اینا دیگه مراتبه آمده سه کرد نجا گفتن ختم ویدیو بکنیم گفتنیم که اگه جونو همین هیجومات سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما اینا یا بر اومدم اکم یونو گوپیو غمیدود خدا را شکر الحمدلله خیلی بهتر شدم. اینا کرد اومدم نصیب ان شاء الله ایسر میگیرم. شفاش الله میتونه که سبب میشه بهترین. هزار احمد باکی عبدالله کی از سخنهای بهترین باشه. سلامت باشین. هزار احمد آقا جون. آمود باشین. خوشحال برادر جان. شما میتونید برادر جان در هجومای ما نه اینکه فقط هجومه است، کاستاپراف، مانوال مساج، بغیر زی مساج پراستاتیت دیگه همه نمودی مساج ها الحمدلله که هست. برای فهمیدن شما در زیر نوار نمره ما وجود داره. ان شاء الله بنویسین و با شما با عادی کردن میفرمایید. همه کسا خوش اومدید. نور دیدار تاج سر. السلام علیکم بر کلی تماشاگرانی که این لحظه از یوتیوب کانال رحیم پروداکشن ما را تماشا کردید. دوستان عزیز امیدوار هستم هر یک شما تنسیت و خانواده است. خداوند نگهبان هر یکی ما شما باشد در این برفی زیبای تاجیکستان. دوستان عزیز از همه سپاس بسیار میگم که نوار یکم کردیم به نهایت دستگیری خوب کردیم و گفتیم که رحیم یک قرطاب تاجیکی که یک قرطاب تاجیکی امروز ان شاء الله برای شما قرطاب پیشنهاد میکنیم. میبینید راحت میکنین در وطن عزیز. باز مردم همه را خبر میکنیم برای قرطاب برادر جان. لک ما یک توقع میکنم برای شما قرطاب میکنم که برادر جان تماشا که در حقم دعا که بهترین چیز میشوه. به خاطر پیشرفت یوتیوب کانال ما یا لایک یا کامنت دریغ ندار برادر جان. هر چیزی که میکنم برای راحت و خوشحالی شما میکنم برادر جان که در غریبی هم باشین نوار تماشا کنید ببینید حلاوت برای که وطن عزیز. نگاه که ما خیلی برفا را در مسکو بودیم در تاجیکستان آرزو میکردیم طول چند سال بعد خیلی برفا بود. خدا را شکر ای همشید حاضر میریم قرطابی تاجیکی. فکر کنم باز در کامنت نوشین ان شاء الله که یک قرطابی خوبی او چگی میکنیم که همه مردم کلوب مردم ختم زمینه به نام قرطاب میشناسن. مردم خوجنده به نام آش، مردم پامیره برای مهمانداریشون، هر یک کس برای دوست داریشون برادرها میریم رفتیم. عزیز یکمین سر میکنیم ای دختن آب برای قرطاب کردن. اینا یک آب میدوزیم ان شاء الله آبی گرم. دیم کمتر نمک. بعد اینا سیم روغن یک پیاله روغن میدوزیم برای که ما رسوت یک پتیره میکنیم. چورم کمتر دروش اول ارد میدوزیم کمتر ارد. اینا تیار کردن که رسه برای هر یک شما ان شاء الله که خوبه. ورق فطیری میکنیم. فطیری پرستوی نه قوت فطیره کو ای همو میکنیم. انا برادران عزیز اینا تیار کردن فطیره. باز اینا فطیره میشه ان شاء الله. اینا برادرها الکی تیار شد. اینا فطیری ما باز دو تقسیمش میکنیم که برای ورق بالا بابلاش میکنن. اینا خیلیش میکنیم گرمکی موج الکی اپتمون بلنده. اینا برای اینا دو تشید ای 10-15 مینوت میسته که خچه بگیره تو کردن. اینا هر شب برای بابار میمونه ان شاء الله که با در دخوفکه موندن باید اساسا در دکنی نه که در دخوفکه میکنیم برای که شما میدونه که ما چی را
برف یعنی پیش برادرو دا همینجا دا یا الله مهربان انا حقیقتی برادر جان ایرا میدونی چی میگن ایرا روغن یخی میگن روغن خزر که ایرا ما ای چی گرفته که میدون ای شیر بلو شیر دا میگیری یخ میکنه میدوزیش بانی روغن یخی میکنی قرطوبه عجایبات میشوه اینا انا میره حاج میرن هوی میکنیم برای شما برادرو میکنیم تماشا کنیم هر کدامت که در همجا باشه همه خیلی که برادر جانم ان شاء الله بخ اینا برای چه مرام نگاه که روغن یخی را زدگی چخلا چخلا بیاین بگو بخرین نامتری الله برادرو بعدی با همه دیا قرطول یا هفته بلیسا دا خواب میره اون شو میکنه راتی بچهای ما را نگاه چیکار کردین بچه جونای ما ها قرطوای شما یخ نمیکنین بچه جونو ای مردم غریب بگه بیا قرطو بخورین اینا کردنی فاتیرمون اینا حوزی تنقش میکنه انشاءالله ورق فاتیر گفتگیمون انا میای برادرو بو گلش میمونن انا برادر جون عزیزم اینا تیار شد میبرم راست در دخوفکه میمونمش انشاءالله انا برادر جون اینا موندیمش برادرو در برفی جوای پامیدور اینا در توجیکستان هم یافت میشه برادر فقط مثلا این اینجا اینا لگن هم میمونه بالای برفی آدم میگن که در خونه ریزه نمیکنید در خونه ریزه نمیکنید اینترس این بالای برف تروتال همیه برادر جون اوزی روغن یخی را وقتی که میمونه گرم میشه بعد در بالاش میریزی جز بسکو انم حالت ای جنون ایده برادر جونو پیوز ریزه کیم نوبتی پامادر جون اونجا دیدگی نیستی برادر جون ها میره چکر میتاد نمکلو میزن نه اینا خالته را بیار این خالته سرنوگ اینطوری خوردش میکنی سهر میخیزی اونم گوایی که پیسنه را خلری شیر میتا اینا برادر جون اینا مایده بگم ای جوش تری میخوردیم همیز چشا میره چوکش یکا دودار میسون جون روغانی که ایدرونی بار گرفتیم کو خب ای انمو او میکنیم برای قروت زیب قروتو روغن یخی روغانی که 5 سوم ای بزرگ میخری 10 سوم میخری خیلی روغن نمیشه چیست دهخونی ها اینمی چیست دهخونی کی حاجی میورانش خزر جان آچا جان قند اصل جان میشه انموش در زبان جان میشه دیدی مودا چخیل شیرینه همه کار کسی با مادر در بالای سرشان ایستادگی برای که گفت مادر تیز میدوه میگه کو ما قربان سر و پای تو میشم مادری من یعنی مادری هممون برادر جونو با هم خاطر هر گاهی که نام مادر هم میگیریم با که بعضی نفرای هستن که مادر ندارن آبی چشمشون 6 قطار میره هر کسی که مادر داره برای مهربانی مادر همه وقت در حق مادرها دعاگو باشن که مادر هست که ما هستیم میگن کو پالو بری من بچه من بورک پاک زد توره چیزی دم میگذاریم
انا برادر جان اینا شاگرد بیای پیش اینا روغن زرد که همه مهنت مادر به یک کلینوی حاضره باشه در خونه نه روغن میمونه نه یگان چی اینا برادر جان اینا روغن یکی میگن این با درجه میشوه که کندنش حتی قین میشوه نه که اینا ما میکنیمش با هر حال اینا ما میخریم میشوه بس برادران انا برادران عزیز چکر ما ایقاتا گرفتیم داری زدیم همون جرغوت چکر شد برادران خوز میرسیم همین راست شد که خدمون میگیریم انشاءالله بهترین میشوه اینا چکر که تاج برف دور برادران قزقیش همیه بسم الله الرحمن الرحیم اینا انا ای برای شوشیدنش برادرها کمتر پیازی دیگر هم میپرتویمش اینا کمتر پیاز هم میپرتویمش وقتی پیاز پرتویم ای پمادروی فرخور کمتر که دیگه پمادری فرخور هم میدوزیم انا پمادری فرخور رو دوختیم این قطعه یا میکویمش انا دوستان عزیز فاتیری گرمه ای چکدانی دخوفکگی میگیریم میوریم رفتیم اینا برادر جون فاتیری سیاحک انا خیلی میمونیمش کدردای سچو خودش در کار نیست خب بسم الله الرحمن الرحیم اوه انا دیدی برادر ای همین خیل ورق برادر جونم ای سبحان الله یا چی روغندور اومده گر نکی ما چی نکردیم جرغو در نمک نکردیم این فاتیری هسته که اوزو میکنی برادر اینا فاتیری ریزون میگن بسیار جودا هر خیل میکنن فاتیری سیاه خطی میکنن این امخیلی ورق فاتیری میکنن هر خیلی برادر جون برای همون ما تصمیم گرفتیم که همین چی کنیم ورق فاتیر قطع کنیم ورق فاتیر خوب میشوه انشاءالله انا بس ایشان دو دارم انا پیازی سری خورسو اینا دیدی برادر جان نگو کی رایم ای دستش نیومد انا ولی چشم میریزیم بعد چشم میدوزیم همادرش هم میدوزیم ای اینی تاری اوش قطعی اینا چیستانه بیویم دانم او گرفته باور کرد دیگه نمیدونم که چطور میگم انا که جوی قزقی روغن تعریفی بانکچه اومده که باز انا روغن هم میگیریم میوریم برادر جونم برادر رو اوواز ششنویده چی؟ اینا زرینگه هست میکنه اینا او ترجان و زنیه انا برادر جان این شنی خیل میکنی که تاش نه کجا مرا دیده سه انا بسم الله الرحمن الرحیم اینا برادر جان دیدی اینا یک چیز گفتن این برادر جان که همه کسا بیاین برادران با خونه ما مردم دلکی شدیم همه کسا میخریم قروتا و شاید که یکون جا ما خطایی کرده باشم برادر جان هیچ باکی نداره عزتو برای مخلصون برای پادپیچکان کردم همه کسا یک دستگیری میکنیم که 400,000 شوه ما در اشتوی تون شما برادر بینه یک نولا برای شما برادر بگیرم خب